حالا سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خیلی خوشحالم که تشریف آوردین اینجا. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشید. هر کی دوست داره شروع کنه خودش رو معرفی کنه. اول صدفم، متولد 73 یعنی 30 سالمه. 6 سال تقریبا ازدواج کردم. الان دارم بعد از چند سال ارشد میخونم. کارم نقاشی، آموزش نقاشی و حالا فروش نقاشی. در کنارش کار سوشال مدیا انجام میدم. به بیزینس ها کمک میکنم که تو سوشال مدیا بتونن موفق تر باشن و بله. نفر بعدی باشه. من مونا، تحصیلاتم که لیسانس اولم طراحی دکوراسیونه، لیسانس دومم روانشناسیه، ولی در حال حاضر تو حوزه هنر فعالیت میکنم، یعنی تابلو نقاشی خط و اینکه آموزش هم میدم که مادر مجردم، متولد 66. سینگل مام. همکاری. بسیار. من مه آرام هستم، متولد 84. طراحی لباس خوندم، اریال تدریس میکنم. در حال حاضرم دارم برای مهمانداری درس میخونم. بسیار عالی. خب سوال اول، جذابترین کاری که تا حالا یه پسر برات کرده چی بوده؟ از این بگم بفهم. من با همسرم تازه دوست شده بودم، بعد داشتیم میرفتیم مسافرت با هم دیگه. من قبل مسافرت بهش گفته بودم که خیلی دوربین اینفکس دوست دارم. موقع تازه اومده بود و گفتم خیلی دوست دارم و اونم هیچی بهم نگفت. بعد که داشتیم میرفتیم مسافرت چمدون منو گرفته بود که بعد ما با هم دیگه همکار بودیم که بعد از تایم کارمون با هم دیگه بریم فرودگاه. در چمدون منو وا کرده بود، یه دوربین اینفکس گذاشته بود توش، یه شاخه گلم گذاشته بود بغلش و چمدون رو بسته بود. وقتی که رفتیم اونجا رسیدیم به مقصد، من چمدونم رو وا کردم و دیدم تو اولین مسافرتمون من کادوی یه دوربین اینفکس دادم که با هم دیگه کلی عکس گرفتیم و معلوم اون عکس‌ها به دریاچه رو. چه با کلاس. ماشاءالله. با اون همسر عزیزتون اسمشون رو میگین؟ نیما. یه دست به افتخار کنید. همین کارا رو میکنن دیگه، کار سخت میشه. خب بعدی من یادم نمیاد خیلی کار جذابی که. خب سوالو من اینجوری هم واسه شما میتونم مطرح کنم که جذابترین کاری که یه پسر میتونه برات انجام بده چیه؟ فکر کنم اینکه برم سفر باشه. یعنی سورپرایز کنم، من ببرم مسافرت. شما مسافرت کنید. آخه کم توقع هم هستی. دیگه مسافرت کافیه دیگه. حالا نه حتما پاریس که سفر کمپی. من عاشق سفر کمپی. بسیار عالی. دوست دارم. پس یعنی شد مسافرت. آره. خب شما بفرمایید. من بخوام بگم، نمیخواستم بگم ولی میگم. اسم منو تتو کرده بود رو دستش. فکر میکنم که جایزه رو بدیم به ایشون. حالا بعدا مثلا می‌بینی تتو شده اژدها. خب بچه‌ها این مدلیش هم صدف تو هم بگو که دوست داری جذاب‌ترین کاری که واسط انجام بده چیه؟ فکر می‌کنم این که ببینم چه چیزی رو دوست دارم، نیازم چیه، چه کاری رو خودم دلم نمیاد برای خودم انجام بدم و اون با توجه به اون نیازی که من دارم اون کار رو برام انجام بدم. خب من اینجا یه ورودی میکنم، دوستان که نظر شخصیم راجع به این موضوع بگم. فکر میکنم که همه پسرها اونجا افتاده که میگم مثلا دختر جواهر خیلی خوشحالش میکنه یا مثلا یه چیز ارزشمند، ولی دقت نمیکنن که هر دختری یک سلیقه‌ای داره و مثلا با یک چیزی میتونه خیلی خوشحال بشه. ممکنه با یک کتاب مثلا خیلی خوشحال بشه یا مثلا چون نقاشیشو بدن یکی بکشه و به این چیزای کوچیک دقت نمیکنن، یه سره رفتن سر اصل مطلب. پس شما تایید میکنین که با یک کادوی که اصلا ارزش مادیش مونج تو یه لبخند می‌بینی. ما به نظر اونجوری نگفتیم. ببین چیا؟ نه چیزی گفتین اوکیه، اصلا ما توی اون نقض نمیایم. شما چیزی که از نظر خود جذابه رو گفتی و به نظرم اونم قشنگه. سه تا اتفاقا چیز متفاوت الان بیان شد دیگه. از تتو ببین تفاوت نسلی قشنگیش همینه. ما اومدیم اینجا که به همین برسیم. در 80 تتو میکنه، مثلا در 80 خیلی ساده میگه با همین مسافرت بریم. یکی اسم من تتو من خرش میکنه. آفرین. خب
بریم سوال بعدی. نه توهین نباشه. اینجا ما توهین نمی‌کنیم، اینجا در نهایت احترام. از نظر من جذاب‌ترینش تتوه بود. بدترین رفتاری که از یه پسر دیدی، اونوریش هم میتونیم بگیم بدترین رفتاری که یه پسر میتونه بکنه. هر کدومتون هر کدوم راحتیم بگیم. اینکه احساساتتون نادیده بگیره به نظرم خیلی کار بدیه. یه ذره اینو برامون بازش میکنی. مثلا وقتی یه کاری میخواد انجام بده به این فکر نکنه که تو به این موضوع ریاکشنت خوبه یا بده، تو رو ناراحت میکنه یا نه. بدون اینکه در نظر بگیره تو رو و احساس تو رو، کاری که دوست داره رو انجام میده، حالا هر چی میخواد باشه. بیشتر مثلا اینم میره سمت اینکه بدترین چیزی که اگه انجام بده من خیلی میره تو مخم همون اوایل رابطه. حالا من دارم راجع مثلا دیدگاهمو یه جوری بیان میکنم که شاید مثلا از دیدگاه آدم مجردش کلا دارم دیگه. فکر میکنم این که بخواد بیش از حد تایمی که نباید به نزدیک شه، مثلا بخواد حرکتی انجام بده که اون تایم از رابطه وقتش نیست، مثلا جایی که نباید بخواد دستت رو بگیره یا مثلا بخواد حرف بزنه که بی ربطه. فکر میکنم این خیلی کار بدی میتونه باشه. از نظر من بدترین کار یعنی این بوده که دیگه قراری که داشتم زمانی که از من سوال میشد که مثلا چه چیزی دوست داری یا چیزی اصلا اهمیت نمیداد که من دارم چه جواب میدم، یعنی فهم منتظر حرفمو تموم کنم از خودی صحبت کنم. مثلا بدترین کار این مرد این میتونه باشه که نه شنونده خوبی نباشه. برای من شکلیه، یعنی همون شنیدنه برای من خیلی کافیه. فکر میکنم جواب هر ستاتون تقریبا نزدیک بود، اینکه درست مورد توجه قرار نگیریم. این دختران کلا بیشتر به نظرم اولویتشون توجه. یعنی اگه بره معتاد بشه کار بدی نیست، ولی توجه. یاده من اولین چیزی که مثلا فکر میکنم این که آدم قابل اعتمادی نباشه. این که مثلا تو بخوای فکر کنی که اوکی الان مثلا بعد از اینکه دیتش با من تموم میشه کجا داره میره، چیکار داره میکنه، من الان زنگ زدم مثلا پاسخ نداد پس فلانه. فکر میکنم این که احساس کنی که اولویت اول نیستی و اینکه نتونی بهش اطمینان کنی، نتونی بهش اعتماد کنی. مثلا هر حرف قشنگی که بهت میزنه پیش خودت بگی خب نه یه سریع به یکی دیگه میزنه. فکر میکنم اینم میتونه خیلی دارکی باشه. حس اعتماد. خب شما بفرمایید خانم دهشست. بدترین کارش میتونی بکنیم خیلی نظرش نزدیک به هم داره. این قضیه اصلا تفاوت دیدگاه دهه‌ای نداره. یه چیزی که تو همه خانم‌ها هست، یعنی از نسل گذشتن بریم اینا تو مشترک میشه. ولی اگه میخوام بازش کنیم مثلا اگر زود جوش بیاره چی؟ تا مثلا برای من خیلی آزاردم، خیلی میخوام سر پنجره میتونه من به تعبیر کنم و تعبیر به حیلا میشه به حیلا رگم مرتب کنم خیلی آیه بعد گل باشه. آره بعد تایم باشه، بعد گل با بعد قولی خیلی مشکل نداره، بعد تایمی شما بفهمید. یه چیز بعد دیگه که من خیلی بدم میاد این که طرف پایه نباشه، حالا واسه هر کاری یا مثلا شاید علیه رو برم نخوره، بیحال نباشه، کسل نباشه، پایه باشه. این بر مثلا فقط کافه نریم، مثلا بریم پیکنیک، بریم دوچرخه سواری، بریم کوه، بریم اسکی، کسی که حوصله باشه دوست نداره. موافقین شما؟ برای سر برداشت یه حوصله نداره. بعد وقتی خودمون حوصله نداریم. فکر می‌کنم این همون تفاوت سنی است، چون هممون توی اون سن این شور و اشتیاق رو داشتیم، ولی الان تقریبا مثلا حتی دوستامون هم زنگ میزنن میگن چرا بریم اسکی، بریم فلان جا، ترجیح میدیم خونه بشیم مثلا یه فیلم ببینیم. فکر می‌کنم مثلا تو وقتی با یکی دوستی خب استرسات کمتره، خارجش کمتره، همه چیز فرق می‌کنه، ولی بعد از ازدواج تو باید اینقدر تفکر داشته باشی، اینقدر مخارج داشته باشی، اینقدر کار داشته باشی که واقعا اون دوچرخه سواریه و اسکیه و تنفی و فلان اون درگیت مثلا خیلی چندان باشه. من به سن معلوم میشه این من خودم دارم پرشون می‌بینم تو سنی که مثلا شاید بگم 20 سال قبل، ولی الان خیلی از برنامه که دوستان میشین اما خیلی دوست داشتم هم کنسل میکنم، مثلا تاخیره اصلا من معنی نداره. خب تا حدودش واقعا اصلا نداره.
نظر خیلی من تحقیل بسیار آفرین. خب بریم سوال بعدی. رابطه تاکسیک یعنی چی؟ بگو. از نظر من رابطه تاکسیکه که ذهن تو رو خراب کنه، تو رو عصبی کنه، تو رو کلافه کنه. واسه من بیشترین چیزی که توی یک رابطه میتونست عصبی کنه این بود که یکی هی به دست و پام بکشه، هی از من سوال بپرسه، هی بخواد کنترلم کنه، هی بخواد بهم گیر بده. یعنی اینکه طرف جواب تلفن نده و احساس کنم که شاید جای دیگه اونقدر برام اهمیت نداشت که اینکه هی شماره‌اش رو گوشی ببینم و هی بخواد بهم زنگ بزنه عصبی می‌کرد. اینکه هی بخوام کنترلشم برام خیلی چیزه تاکسیکه. ببین من بگم بفرمایید. رابطه تاکسیک کلا به معنی رابطه سمیه، هر رابطه‌ای که توش آسیب داشته باشه، یعنی آسیب جسمی داشته باشه، هر میتونه حتی یه موردش باشه که خیلی چیزا شامله که برای هر کس آسیب یه چیزی اون میشه رابطه تاکسیک. یعنی هر رابطه‌ای که قرار باشه آسیب بزنه به تو میشه رابطه تاکسیک. خب شما از دید خودت بگو که چی بهت آسیب میزنه؟ از دید خودم حمایت نشدن این کنم خیلی مهمه که یه مرد تکیه‌گاه خوبی باشه، حالا نه لزوما مالی، تکیه‌گاه نبودن میتونه آسیب بزنه. حالا به جز اینکه درست کنترلگری برده موردیه دیگه، مثلا همون بدتر اون میشه برنامه میشه رابطه تاکسیک، چون رو مخ اعصابت خورد میکنه. ولی بیشتر از همه اینا رابطه این امنیت توش نباشه دیگه، احساس امنیت نداشته باشه. من نظر من رابطه ای که توش حالت خوب نباشه، بخوای هی بحث کنی، هی بخوای توضیح بدی یا توضیح بخوای، یعنی دنبال یه چیزی باشی همش، اونم دست خودت نیست. اون رابطه یه کاری کرده که تو همش بخوای دنبال یه چیزی باشی ناخواسته، همش بحث میشه، اعصاب خوردی میشه، نمیتونی لذت ببری. دوستش داری اون آدمو ولی دیگه نمیتونین با هم بسازین. بچه این چیزی که داری میگی خیلی از نظر من کلیه. فکر می‌کنم اگر یه پسر این ویدیو رو ببینه برعکسش رو بگه بابا اونی که گیر میده دختره، اونی که مثلا همش چک میکنه دختره. الان شما دارین از اون طرفشو میگین، یه خورده عجیبه. اینو یه خورده بازش بکنین. مثلا اینکه میگین طرف گیر نباشه و فلان و اینا تو چه زمینه هایی، مخصوصا اینکه دخترها تا اونجایی که من دیدم بعدشون نمیاد که تا یه حدودی کنترل بشن. خیلی ها دیدم اینجوری هن. خب این یه ذره تضاد داره. کیا دوست دارن یه ذره کنترل بشن؟ یه ذره اونم نباشه اینکه کنترل بشم. احساس میکنم اگه یه مثلا طرف خیلی بی تفاوت باشه نسبت به من، چی براش مهم نباشه، احساس میکنم اونقدر که باید دوستم نداره. این حس رو میگیرم، حالا نمیدونم درسته یا غلط. خب من مثلا ترجیح میدم به جای اینکه براش مهم باشه تو طول روز هی زنگ بزنه بگه کجایی چی کار میکنی، مثلا در مورد همسرم میگم آخر شب که مثلا میایم خونه میشینیم با هم دیگه چای میخوریم، مثلا بگه خب امروز چی کار کردی، و من وقتی که براش توضیح میدم کاملا بشنوه، کاملا مثلا مثلا فلان جا رفتی، هوا چطور بود، مثلا اوکی بود همه چیزی لازم نداشتی، چیزی نیاز نداشتی، چه میدونم مثلا یا برنامه فردا چیه، مثلا میخوام با دوستان برم بیرون، میخوام برم فلان جا، به جای اینکه هی زنگ بزنه دوستات اومدن، دوستات کیان، دوستات با کی اومدن، دوستات مثلا میگن کجا بریم، با ماشین کی دارید میرید، به جای اینکه اینا رو ازم بپرسه میتونه قبلش یا بعدش ازم بپرسه که من چیزی نیاز ندارم برام مهیا کنه، میتونه اینجوری بدونه من در طول روز چیکار کرده بودم، یا مثلا میتونه اون توجه اینجوری باشه که من اگه با دوستام رفتم بیرون به جای اینکه هی زنگ بزنه ببینه من کجام دارم چیکار میکنم، میتونه حواسش به موبایلش باشه که اگه به هر دلیلی من به مشکل خوردم زنگ زدم اولین زنگ منو جواب بده، میتونه توجه اینا باشه. توجه به نظر من لزوما این نیستش که من هر 10 دقیقه با شماره تو رو گوشیم ببینم. نه من منظورم اونقدر نبود. حالا هر یه ساعتیه با براش اینجوری نباشه خب مثلا مهم نباشه من کجا رفتم با کی رفتم. دوست دارم تو روز ازم خبر بگیری. آره منم اینجوری هم به نظر من تو روز خبر گرفتن تو دوران دوستی نهایتا 3 تا تماسه، بیشتر اون من یه نفر رو نمیتونم. حالا نه اتفاقا من خیلی درونگرا خیلی نیستم، ولی یعنی کاملا یه وقتایی خیلی درونگرام، وقتایی خیلی برونگرام، ولی مهر. ولی کلا از اینکه یکی خیلی بهم زنگ بزنه، خیلی ازم سوال بپرسه بدم. من دوست دارم. خب دیگه این همون تفاوت هست. ولی یه چیزی رو من شخصا بگم،
خانوما کلا این شکلی هن که به یه چیزی اعتقاد دارن ولی این وسط حاشیه‌های زیادی داره، مثلا بخشای خاکستری زیادی داره که به هیچ عنوان به نظرم نمیتونه یه پسر کشفش بکنه. مثلا دختره دوست نداره کنترل بشه اما دوست داره یکم کنترل بشه. اون یکم معنیش چیه نمیدونیم. مثلا 2 تا تماس ممکنه اوکی باشه ولی اگه تماس سوم نگیره ممکنه طرف بگه چرا 3 بار زنگ نزدی. من فکر میکنم که این اون چیزی که یه خورده مردا همیشه میگن بابا اصلا ما نمیفهمیم زنا رو، فکر میکنم این همون بخشای خاکستریه که الان هم بیان شد. من کلا خودم شخصا یه مقدار اخلاقم پسرونه است، کلا یه مقدار. نه من فکر میکنم که شما همون بیانگر نسل خودت هستی. این چیزی که من بیشتر توی دهه 70 دیدم خیلی مشخص ترم، ولی خب دهه 80 همون چیزی که یه خورده خاکستری بود. دهه 60 یه خورده حوصله دیگه این چیزا رو نداره. چرا من دوست دارم. دوست داری که زنگ بزنه کنترل کنه؟ نه کنترل با توجه فرق میکنه. کنترل با ببین کنترل نه. مثلا من یادمه که توی یه رابطه‌ای بودم، وقتی که می‌خواستم برم مسافرت، مثلا پشت فرمون بودم داشتم میرفتم مثلا ایلام، فکر کنم کیلومتر به کیلومتر زنگ می‌زد. گفت خوبی الان اتفاق نیفتاده. بعد من اون موقع اعتراض می‌کردم میرفتم. بعد که تموم شد رابطه بعدیم چکی بود که من فکر کنم 8 ساعت پشت فرمون بودم، رسیدم به اونجا، به این رابطه جدیدم به من زنگ زد که آره مثلا رسیدی؟ گفتم یعنی تا الان نگران نشدی؟ گفت خب پشت فرمونی، من نباید پشت فرمون. من خیلی ناراحت شدم از این کار، یعنی ترجیح میدادم همونجوری کیلومتر به کیلومتر زنگ میزنه که آره مثلا رسیدی. اون موقع اعتراض میکردم و به نظرم، ولی بعدم فکر کردم که اشتباه بوده، یعنی اون از علاقه بوده. ببین من فکر میکنم اگه اون آدم یک بار وسط سفر به من زنگ بزنه و بگه که عزیزم چیزی احتیاج نداشتی، اتفاقی که نیفتاد، نزدم همه چی اوکی باشه، اگه چیزی احتیاج داشتی بهم زنگ بزن، من بهت زنگ نمیزنم تو پشت فرمونی. همون یه بار برای من کافیه که احساس کنم که یکی هستش که من اگه به مشکلی برام پیش بیاد میتونم بهش اطلاع بدم، و اینکه یکی هستش که حواسش از دور به من هست. اگه مثلا من یه تایمی باشه که مثلا باید میرسیدم نرسیده باشم، یکی هستش که بدون من کجام. ولی اینکه بخواد هر 10 کیلومتر به من زنگ بزنه، من یه دیالوگی داشتم وقتی تازه با همسرم دوست شده بودیم، میگفتش که تو تماس سومو با این لحن جواب میدی. بله این یعنی که دیگه به من زنگ نزن. بعد من اگه بیشتر از اون تعداد زنگ بزنه وارد اون مرحله بله میشم. شما دیگه چیزی نمی‌خواید بگید؟ بسیار امیدوارم که مخاطبین عزیزم متوجه شده باشن که چی کار باید بکنن. من فکر کنم هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که این درستش چیه. باید خود شخص رو آنالیز بکنن و انعطاف داشته باشن. شاید بهترینش اینه که بگی، صحبت کنی، بهش بگی که عزیزم این که مثلا در روز 2 بار به من زنگ میزنی، من بیشتر دوست دارم صداتو بشنوم. عزیزم این که مثلا به من زنگ میزنی هی سوال میپرسی، من ترجیح میدم تا آخر شب با هم دیگه صحبت کنیم. شاید هیچ چیزی بهتر از گفتن راحت نباشه و هیچ چیزی بهتر از شنیدن نباشه. خب باید اون طرفی هم که با صحبت می‌کنه پذیرنده. آره نمیگم هیچی بهتر شنیدن، یعنی اون طرف بشنوه. یعنی اونا فکر خودشونن، دوست دارن اون مدلی که خودشون فکر می‌کنن درسته رفتار کنن. هر چقدر توضیح بدی اینکه به یه نقطه اشتراک برسی خیلی سخته بود. یعنی مدل خودتو پیدا کنی راحت‌تر از اینه که یه مدل متفاوتی پیدا کنی بخوای به نتیجه برسی. من فکر میکنم وقتی تو از یکی خوشت میاد و یکی رو دوست داری، باید تمام اخلاقای بدش رو هم دوست داشته باشی. بعد یه آنالیز کنی، مثلا اخلاقای خوبش اینجاست، اخلاقای بدش اینجاست. اوکی مثلا با توجه اون همه اخلاقی که خوبی که داره، حالا کمتر زنگ میزنه، مثلا کمتر حرف میزنه، کمتر مهمون میاد. اوکی باشه، من اون اخلاق خوبا رو ترجیح میدم. چون کسی رو پیدا نمی‌کنی که تمام اخلاقایی که دوست داری و داشته باشه، یا نمیتونی کسی رو مجبور کنی اخلاقایی که تو دوست داری و داشته باشه. به نظرم باید آدم رو همونجوری پذیرفت. خب یه چیزی من خودم بگم، پسر خیلی تک بودین، همشون هم به نظر من شبیه هم دیگه. اگر طرف اینجوری باشه که 10 کیلومتر زنگ بزنه، بگی دوست ندارم، من باز 10 کیلومتر زنگ میزنه. یعنی نمیتونن خیلی بازی بکنن با این موضوع. سر همین برمیگردیم به همون موضوع اصلی که باید ببینید اصلا انتخاب درستی هستین واسه همدیگه یا نه. مخصوصا اینکه هر طرف رابطه سعی کنه اون یکی رو تغییر بده، اون رابطه هر ریشه از نظر من اشتباه.
موافقید؟ خب اگر چیزی نمیخواین اضافه کنیم بریم سوال بعدی. تا حالا توی رابطه‌ای بوده که آدم بد شما بوده باشین؟ باید بازش هم بکنیم چرا آدم بد شما بودین و غیره. بفرمایید. پر از من؟ آره من بودم تو رابطه‌ای که آدم بدی بود. یعنی چجوری آدم بده بود؟ احساسات اون آدم خیلی برام اهمیت نداشته. اینجوری آدم بده بودم. یعنی هر چقدر میگفته باور نمی‌کردم. زمانی که رفته فهمیدم که چه کار بدی داره. یعنی زمانی که عین این رابطه برای خودم اتفاق افتاده احساساتم بیان کردم و آدم ندیده فهمیدم که چه کار بدی می‌کرده. شما همیشه بعدش تازه چه خبر بوده؟ من زیاد نمیتونم چیزی بگم چون سنم به اون قدری نیست که مثلا بخوام بگم چندین رابطه بودم تا الان نه. من رابطه اون قدری نداشتم که بخوام بگم آره پیش اومده. شاید مثلا کار بدی کرده باشم هیچکی کامل نیست ولی از نظر خودم نه فعلا نبودم. ان شاءالله که همیشه هم همینطوری باقی بمونه. حالا شما ببین فکر میکنم هممون یه روزی یه جایی آدم بدی بودیم. حالا اون آدم بد بودنه چند تا زاویه داره. مثلا من اشتباهم اینجا بود که وارد یه رابطه‌ای میشدم دقت نمی‌کردم که مثلا من اینو نمیخوام اینو نه، مثلا میگفتم اوکی جای قبلی من یه اشتباهی کردم خیلی توجه کردم پس این دفعه من توجه نمی‌کنم. بعد از اون بر میگفتم مثلا تو رابطه قبلی مثلا آدم شیطونی بود، اوکی پس این آدم شیطونی نیست. همش با قبلی مقایسه می‌کردم. اگه مثلا اون آپشنا رو اون نکات منفی قبلی رو نداشت میگفتم خب این آدم خوبیه، ولی فکر نمی‌کردم چیزایی که من میخوام رو نداره. اوکی چیزایی که نمیخوام رو نداره ولی آیا چیزایی که میخوام رو داره؟ نه اونا هم نداره. و من تو سن کم به اشتباه چند بار وارد این رابطه شدم. شاید کسایی باشن که اگه اسم منو یه جایی بشنون فرار کنن. خب من واقعا اشتباه کردم، سنم کم بوده، نمیدونستم که یه رابطه چی میخوام، آدم بدی بودم، اذیت کردم. به هر حال هر کسی این اشتباه رو میکنه. آره منم این اشتباه رو کردم، پشیمونم، براشون آرزوهای خوب میکنم، امیدوارم که بتونن یک روز منو فراموش کنن. ولی خب منم بچه بودم و مثلا هر انسان دیگه ای همونجوری که آدم‌های بدی تو زندگی بودن منم یه مدتی آدم بد زندگی خیلی بودم. بله آدم بعد زندگی خیلی بودم. خیلی ماشاءالله. از این تریبون استفاده کن یه حلالیتی بگیر. آدمم که من حلال کردم آدمایی رو که آدمای بد زندگی بودن و به هم اشتباهاتی رو یاد دادن. امیدوارم که بقیه آدما هم آدمای بد زندگیشون رو حلال کنن. من نکته‌ای که فقط میتونم اضافه بکنم در راستای صحبت‌های شما اینه که به هر حال اگر از رابطه قبلیتون عبور نکنین و فراموش نکنین هیچ وقت رابطه خوبی رو تجربه نخواهید کرد. چه خوبی داشته باشه شخص قبلی چه بدی داشته باشه، اگر فراموش نکنی ریست نشی از اون رابطه اومدی بیرون نمیتونی. دقیقا میشه همین اشتباهی که من میکردم. اصلا چون فراموش نکرده بودم نمیدیدم دلم چی میخواد، فقط میدیدم که اوکی اون موردای قبلی دیگه نباشه. بسیار خوب، امیدوارم که این موضوع مفید بوده باشه واسه بچه‌ها.